وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. مرا چی شده که ذاتی را نپرستم که مرا آفریده است و به سوی او و تنها به سوی او بازگردانیده میشم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا جز او معبودان دیگری را به خدایی بگیرم، موجوداتی را که اگر خدای رحمان به من اراده زیانی را بکند شفاعت ایشان از من چیزی را دفع نمی کند و مرا نجات نمی دهند، یعنی دادن نمی توانند؟ اینی اذا لفی ضلال مبین. و در آن صورت واقعا در گمراهی آشکاری می باشم. اینی آمنت بربکم فاسمعون. بیگمان من به پروردگار شما ایمان آوردم، لذا از من بشنوید. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. بعد از شهادتش به او گفته شد به بهشت درآی. گفت ای کاش قوم من آگاه می شدند به آمرزشی که پروردگارم به من ارزانی کرده و مرا از جمله گرامی شدگان قرار داده است. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. بعد از وی بر قومش هیچ لشکری را از آسمان فرود نفرستادیم و نه هم ما فرود آرنده چنین لشکری می باشیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. این جزا دادنشان جز یک آواز شدید نبود و ناگهان شعله زندگیشان خاموش شد. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای وای بر این بندگان که هیچ پیامبری به ایشان نیامد مگر اینکه او را استهزا می‌کردند. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیدند که پیش از ایشان نسل‌های بسیاری را هلاک ساختیم که آنها به سوی ایشان باز نمی‌گردند؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. هرچند همه ایشان در مجموع به نزد ما حاضر شدنی می باشند. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. و برایشان زمین مرده یعنی خشک نشانه است. آن را زنده گردانیدیم و از آن غله بیرون آوردیم که از آن میخورند. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. و در آن باغ‌هایی را از درختان خرما و انگور آفریدیم و در آن از چشمه‌ها جاری ساختیم تا از میوه آن بخورند. این میوه و غله را دستشان نساخته است، پس آیا شکر نمی کنند؟ سبحان خلق الأزواج كلها مما
أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک است آنکه همه چیزهایی را که زمین می رویاند و از خود ایشان بنی نوع انسان را و از چیزهایی که نمیدانند همه را جفت آفرید. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. و شب بر ایشان نشانه است، از آن روز را می کشید، پس ناگهان اینان در تاریکی فرو می روند. و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. و خورشید بر قرارگاه خود می رود، یعنی مدار خود را طی می کند. این است تقدیر خداوند صاحب قدرت منی و دانا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. و برای ماه منزل‌های را مقرر کردیم تا به حالت چوب خشک شده خوشه خرما بازگردد، یعنی دوباره به شکل ماه نو درآید. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه آفتاب را شایسته است که به ماه برسد و نه شب بر روز سبقت جوینده است، هر یک در مدار خود شنا می ورزد. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. و برای ایشان این نشانه است که ما ذریه یعنی نسل ایشان را در کشتی‌های انباشته شده برداشتیم. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون. و برایشان همانند آن کشتی انباشته شده چیزی را که بر آن سوار می شوند آفریدیم. و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون. اگر بخواهیم ایشان را غرق می کنیم، پس در این حال نه برایشان فریاد رسی است که صدایشان را بشنود و نه هم ایشان نجات داده می شوند. الا رحمتا منا و متاعا الی حین. مگر آنکه به رحمت خویش ایشان را نجات دهیم و برای اینکه تا دوره محدود بهره‌مندی حاصل کنند. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. و چون به ایشان گفته شود و آنچه پیش روی شما گذشته است و آنچه پشت سر شما می گذرد بیندیشید، یعنی اعمال خود و مجازات آن را مورد مطالعه قرار دهید تا مگر از اعمال زشت خودداری کنید و به شما مرحمت شود. به این سخن اعتنایی نمی کنند. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین. و هیچ آیه از آیات پروردگارشان به ایشان نمی آید مگر آنکه از آن روگردانند. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. و چون به ایشان گفته شود شما از آنچه خداوند برای شما داده است در راه خدا خرج کنید، کافران به مسلمانان میگویند آیا به کسی طعام بدهیم که اگر خداوند میخواست خود به او طعام میداد؟ نیستید شما مگر در گمراهی آشکاری.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین. کافران میگویند اگر شما راستگوی هستید عملی شدن این وعده کی خواهد بود؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. انتظار نمی کشند مگر یک آواز مهیبی را که ایشان را در حالی بگیرد که با هم به خصومت مشغولند. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. و در این حال نه معاونت کرده می توانند و نه هم به خانواده خود برگشته می توانند. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. در سور دمیده می شود و ناگهان ایشان از قبرها به سوی پروردگار خویش می شتابند. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. میگویند ای وای بر ما، چی کسی ما را از خوابگاه ما برانگیخت؟ آری این است آنچه خدای رحمان وعده کرده بود و پیامبران راست گفته بودند. این كانت الا صیحة واحدة فاذا هم جمیع لدینا محضرون. این برپا شدن قیامت صرف به یک آواز هیبتناکی صورت میگیرد و در این هنگام همگان به سوی ما حاضر آورده می شود. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. امروز بر هیچ کسی ستمی نمی شود و به جز آنچه می کردید جزا داده نمی شود. این اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون. بیگمان اهل بهشت امروز مشغول ناز و نعمتند. هم وازواجهم فی ظلال على الارائک متکئون. ایشان و زنانشان در سایه ها بر تخت های تکیه زده اند. لهم فیها فاکهة ولهم ما یدعون. برای ایشان در آنجا میوه لذیذ و همه چیزهای خاطرخواه میسر است. سلام قولا من رب رحیم. به ایشان از طرف پروردگار مرحمتکار سلام گفته می شود. وامتازوا اليوم ایها المجرمون. ای مجرمان شما امروز جدا شوید. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. ای فرزندان آدم آیا از شما عهد نگرفته بودم که شیطان را پرستش نکنید که او دشمن آشکارای شماست؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و مرا بپرستید که این است راه راست. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. و بیگمان شیطان افراد بسیاری از شما را گمراه ساخت. آیا نمی دانستید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون.
همان دوزخی که وعده داده می شدید. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. امروز در آن درآیید به سبب آنکه کافر بودید. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهنشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه می کردند گواهی می دهند. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اگر بخواهیم چشمان ایشان را محو می کنیم، گیریم که برای پیمودن راه راست پیش دستی کردند، از کجا راه را می بینند؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. و اگر بخواهیم ایشان را جا به جا مسخ می کنیم، در آن صورت نه بر راه خود ادامه داده می توانند و نه هم بازگشته می توانند. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. و هر کی را عمر دراز می دهیم او را در خلقت او به ناتوانی اولیش باز می گردانیم. آیا نمی فهمند؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ما به او یعنی پیامبر شعر نیاموختیم و نه این کار شایسته اوست. این کتاب نیست مگر پندی و قرآنی روشن بیان تا کسی را که زنده است بترساند و بر کافران الزام آور شود. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا نمی بینند که ما برایشان از جمله چیزهایی که دستهای ما آن را ساخته است چارپایانی آفریدیم و باز ایشان مالک آنند؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یأکلون. این چارپایان را رامشان ساختیم که برخی از آنها وسیله سواریشان است و از برخی از آنها میخورند. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. و در آنها برایشان منفعت ها و نوشیدنی است، پس آیا شکر نمی کنند؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. و جز خدا معبودانی دیگری گرفتند و این امید که یاری شود. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. واقعیت این است که اینها توان یاری دادنشان را ندارند و اینان یعنی این بت پرستان بر ایشان لشکری است برای افتادن به دوزخ آماده شده. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. پس گفتارشان تو را اندوهگین نسازد
بیگمان آنچه را ایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می سازند می دانیم. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. آیا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه آفریدیم؟ با این هم او خصومت کننده آشکار است. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. و برای ما مثلی زد و منشأ آفرینش خود را فراموش کرده گفت چی کسی میتواند استخوان‌ها را در حالی که پوسیده است زنده سازد؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بگو آنها را همان کسی زنده می سازد که در اول بار آنها را آفریده است و او به هر آفرینش داناست. ذاتی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما از آن آتش می افروزید. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا آن که آسمان ها و زمین را آفرید قادر نیست که مثل آنها را بیافریند؟ آری او تواناست و اوست آفریننده دانا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بیگمان فرمان وی این است که چون چیزی را اراده کند برایش میگوید شو و آن چیز فوراً می شود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پس پاک است ذاتی که مالکیت و فرمان روایی همه چیزها به ید اوست و به سوی او بازگردانیده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. سوگند به آن فرشتگانی که به گونه منظم صف کشیده اند و باز سوگند به آنانی که به گونه نیرومند انسان را از اعمال ناشایسته باز می دارند و باز سوگند به آنانی که ذکر را تلاوت می کنند. بیگمان خدای شما یکتاست. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست و پروردگار مشرق ها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ما بیگمان نزدیکترین آسمان را به زیور ستارگان بیاراستیم و نیز برای نگهداری از هر شیطانی سرکش. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. از این رو نمی توانند به سخنان عالم بالا گوش فرا دهند و از هر سو با تیرهای شهابی زده می شوند
تا رانده شوند و برایشان عذاب همیشگی است. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب جز آن که خبر ربودنی را برو باید و در دم تیر شهابی سوزان او را تعقیب کند. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. و از ایشان بپرس که آیا آفرینش اینها دشوارتر است یا چیزهای دیگری را که آفریده ایم؟ بیگمان ایشان را از گل چسبیده آفریده ایم. بل عجبت و یسخرون، بلکه تو در شگفتی و آنها تمسخر می‌ورزند. و اذا ذکروا لا یذکرون، و هنگامی که پند داده شوند پند نمیگیرند. و اذا رأوا آیة یستسخرون و قالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. و چون نشانه را ببینند تمسخر میکنند و میگویند این جز جادوی آشکاری نیست. آیا هنگامی که مردیم خاک شدیم و مشت استخوان گردیدیم آیا باز برانگیخته میشویم یا پدران نخستین ما برانگیخته میشوند؟ قل نعم و انتم داخرون، بگو بله به خواری و ذلت برانگیخته میشوید. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. این صرف صدای مهیبی است. ایشان ناگاه منظره قیامت را میبینند و میگویند وای بر ما، این است روز جزا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. به ایشان گفته می شود این همان روز فیصله است، روزی که آن را تکذیب می کردید. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون. ستمگاران، همسران، همکاران و همردیفان و معبودانشان را جمع کنید، چیزهایی را که جز خدا می پرستیدند. پس ایشان را به راه دوزخ سوق دهید و ایشان را نگه دارید، حقا که ایشان مسئولند. و شما را چی شده که یکدیگر را کمک نمی کنید؟ بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بلکه ایشان در آن روز تسلیم شونده و به یکدیگر رو آوردند و از هم می پرسیدند. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. بعضشان به بعضی دیگر می گفتند شما بودید که ظاهراً با خیرخواهی پیش ما می آمدید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین. گفتند بلکه شما خود مسلمان نبودید و ما با شما هیچ تسلطی نداشتیم، بلکه شما خود مردم سرکش بودید. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. اکنون بر ما اجرای حکم پروردگار ما لازم شد و یقینا عذاب را چشیدنی هستیم. فأغويناكم إنا كنا غاوين. شما را گمراه کردیم، حقا که ما گمراه بودیم.
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. پس در این روز ایشان در عذاب شریکند. بیگمان ما با مجرمان به این گونه معامله میکنیم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. آره ایشان چنین بودند. چون به آنها گفته میشد جز خدا معبودی نیست تکبر می‌ورزیدند و میگویند آیا خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانه ترک گوییم؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین. این درست نیست، بلکه او به حق آمده است و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است. إنكم لذائق العذاب الأليم. بیگمان شما عذاب دردناکی را چشیدنی هستید. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. و جز در برابر اعمالی که مرتکب می شدید مجازات نمی شوید مگر بندگان مخلص خداوند از عذاب برکنارند. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. این گروه برای ایشان روزی معلومی مقرر است. انواع میوه ها و ایشان محترمند. در بهشت های سرشار از نعمت بر تخت های روبروی یکدیگر قرار دارند. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. دمادم جامی از شراب صافی به ایشان پیش کرده می شود. شراب سفید روشن لذت بخش برای نوشندگان. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نه در آن سرگرانی است و نه هم ایشان بی خود می شوند. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. و از همسران پاک دامن برخوردارند که نگاه خود را از دیدن بیگانه نگاه داشته و چشمان درشت و زیبا دارند. در پاکیزگی و صفایی همچون تخمی اند که زیر سینه مرغ محفوظ مانده است. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. در این حال برخی رو به برخی دیگر آورده پرسش کنان به صحبت خود دوام می دهند. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. یکی از آنها می گوید من در دنیا هم نشینی داشتم که به من می گفت آیا تو از تصدیق کنندگان این سخن هستی که چون بیمیریم و خاک و مشت استخوان شویم جزا داده خواهیم شد؟ قال هل انتم مطلعون. پس می گوید آیا می خواهید به او سری بکشید؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم. پس به او سری می کشد او را در وسط دوزخ می بیند. قال تالله إن كدت لتردین. می گوید سوگند به خدا که نزدیک بود مرا نیز به هلاکت بیندازی. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. اگر فضل پروردگار من نمی بود من نیز یقینا در میان احضار شدگان عذاب می بودم. افما نحن
بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. آیا درست است که ما مردنی نیستیم جز مرگ اول ما؟ آری و ما مجازات هم نمیشیم. إن هذا لهو الفوز العظیم. بیگمان این همان پیروزی بزرگ است. لمثل هذا فلیعمل العاملون. برای دستیابی به این چنین پیروزی باید تلاش کنندگان بکوشند. اذلك خیر نزلا ام شجرة الزقوم. آیا این نعمتها به حیث مهمانی بهتر است یا درخت زقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمین. بیگمان این درخت زقوم را عقوبتی برای ستمگاران گردانیده ایم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم. این درختی است که در قعر دوزخ می روید. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. شگوفه های آن مانند کله های شیطان هاست. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. براستی که ایشان از آن میخورند و با آن شکمهای خود را پر میکنند. ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم. و در پی آن برای ایشان آمیختنی است از آب جوشان به حیث نوشیدنی. ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم. سپس بیگمان بازگشت ایشان به دوزخ است. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. یقینا ایشان پدران خیش را گمراه یافتند و اکنون ایشان بر نقش قدم آنها می شتابند. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. و یقینا پیش از ایشان نیز بس از پیشینیان گمراه شدند. واقعا در میانشان بیم دهندگانی را فرستادیم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. پس ببین سرنوشت بیم داده شدگان چی بود؟ إلا عباد الله المخلصين. مگر بندگان مخلص خدا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بار نوح به حضور ما دعا کرد و ما نیک اجابت کننده ایم. ونجيناه وأهله من الكرب العظیم. او و کسانش را از بلیه بزرگ نجات دادیم. وجعلنا ذریته هم الباقین. و تنها دودمان او هم ایشان را باقی گذاشتیم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. و بر او در میان آیندگان این رسم را گذاشتیم که سلام بر نوح در جهانیان. إنا كذلك نجزي المحسنين. آره ما به این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. إنه من عبادنا المؤمنين. بیگمان او از بندگان مؤمن ماست. ثم أغرقنا الآخرين. سپس دیگران را غرق گردانیدیم. وإن من شیعته لإبراهیم. بیگمان ابراهیم از پیروان او بود. اذ جاء ربه بقلب سلیم. چون با قلب سلیم به حضور پروردگار خویش آمد. اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. هنگامی که به پدر و قوم خود گفت چی چیز را می پرستید؟ أئفكا
آئفكا آلهة دون الله تريدون آیا جز خدا معبودان دروغین را می جویید؟ فما ظنكم برب العالمین پس گمان شما به پروردگار عالمیان چیست؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم سپس برای چاره‌جویی نگاهی به ستارگان کرد و گفت واقعا بیمارم. فتولوا عنه مدبرین آنگاه از وی روی برتافتند در حالی که او را پشت سر گذاشتند. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون او با استفاده از این فرصت به سوی معبودانشان رفت و با اشاره به خوردنی هایی که آنجا بود گفت چرا نمیخورید؟ ما لكم لا تنطقون شما را چی شده که حرفی نمیزنید؟ فراغ عليهم ضربا باليمين و در این حال بر ایشان ضربه شدید با دست راست وارد کرد. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون چون این حال را دریافتند به سوی او با شتاب روی آوردند. گفت آیا چیزی را که خود می تراشید پرستش می کنید؟ در حالی که خدا هم شما و هم چیزی را که می سازید آفریده است. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قومش گفتند برای او بنای یعنی آتشخانه بسازید و سپس او را در آن انبار آتش بیفکنید. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين و این ترتیب خواستند طرح نابودی او را بریزند ولی ما ایشان را سخت ناکام ساختیم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين و گفت راه هجرت را پیش میگیرم و به سوی پروردگار خود میروم، او خود مرا رهیاب خواهد ساخت. رب هب لي من الصالحين چون به هجرتگاه خیش رسید با تضرع گفت پروردگارم به من فرزندی از زمره نیکوکاران عنایت کن. فبشرناه بغلام حلیم در این حال ما به او فرزندی بردباری را مژده دادیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. چون به سن رسید که با او در تلاش و تکاپویش همراهی می کرد گفت ای بچگکم به خواب می بینم که تو را ذبح می کنم، پس ببین که رأی تو چیست. گفت ای پدرم آنچه به تو امر می شود انجام دی، به خواست خدا مرا از شکیبایان خواهی یافت. فلما أسلما وتله للجبين چون به این حکم تن در دادند او را به پیشانی او به زمین انداخت. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. و به او ندا کردیم ای ابراهیم خوابی را که دیدی واقعا راست کردی، حقا که نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. بیگمان این رویداد آزمایش آشکاری بود و گوسفند بزرگی را فدای او کردیم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم
و بر او در نسل‌های بعدی این را گذاشتیم که سلام بر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين. حقا که نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. إنه من عبادنا المؤمنين. بیگمان او از بندگان مؤمن ماست. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. و او را به اسحاق پیامبر صالح مژده دادیم. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بر او و بر اسحاق برکت نهادیم و از دودمانشان برخی نیکوکار و برخی هم بر خویش به گونه آشکار ستم پیشه اند. ولقد مننا على موسى وهارون. بیگمان بر موسی و هارون منت گذاشتیم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. و ایشان و قومشان را از آن اندوه بزرگ نجات دادیم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ایشان را یاری دادیم و در نتیجه بر دشمنان خود پیروز شدند. وآتيناهما الكتاب المستبين. و به ایشان کتاب روشن را دادیم. وهديناهما الصراط المستقيم. و ایشان را به راه راست هدایت کردیم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. و برای ایشان در نسل‌های بعدی این را گذاشتیم که سلام بر موسی و هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. حقا که نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. إنهما من عبادنا المؤمنين. ایشان واقعا از بندگان مؤمن ما هستند. وإن إلياس لمن المرسلين. و بیگمان الیاس از پیامبران بود. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. چون به قوم خود گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ آیا بعل را می پرستید؟ و پرستش نیکوترین آفرینندگان را می گذارید؟ خدای را که پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. پس او را تکذیب کردند و یقینا ایشان برای عذاب احضار شدنی اند جز بندگان مخلص خدا که تکذیب نکردند. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. بر او در نسل‌های بعدی این را گذاشتیم که سلام بر الیاسین. إنا كذلك نجزي المحسنين. حقا که نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. إنه من عبادنا المؤمنين. حقا که او از بندگان مؤمن ماست. وإن لوطا لمن المرسلين. بیگمان لوط از پیامبران بود. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. چون او و اهلش همه را نجات دادیم جز پیرزالی را که در زمره باقی ماندگان بود، سپس دیگران را نابود کردیم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
شما بر خرابه های ایشان صبحگاهان میگذرید و در شب نیز آیا نمی اندیشید؟ وإن يونس لمن المرسلين و بیگمان یونس از پیامبران است. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين چون به کشتی مشحون از بار و نفر گریخت و با اهل کشتی قرعه انداخت و از لغزیدگان بود. فالتقمه الحوت وهو مليم او را ماهی بزرگی بلعید و او ملامت بود. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. و اگر او به تسبیح یعنی یاد خدا مشغول نمی بود، بیگمان تا روز رستاخیز در شکم آن باقی می ماند. فنبذناه بالعراء وهو سقيم پس او را به دشت بی آب و گیاهی انداختیم و او بیمار بود. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. بر او بوته از کدو را رویاندیم و او را به سوی 100,000 نفر یا بیشتر از آن فرستادیم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. پس ایمان آوردند و ایشان را تا مدتی از مواهب زندگی بهره‌ور ساختیم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. باری از مشرکان بپرس، آیا درست است که پروردگارت دخترانی دارد و ایشان پسرانی؟ یا ما فرشتگان را زن آفریدیم و ایشان حاضر بودند؟ الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله وانهم لکاذبون. ملتفت باشید، حتما ایشان به اساس افترای خیش میگویند خدا فرزند آورد و ایشان واقعا دروغ گویند. اصطفى البنات على البنین. آیا خدا دختران را بر پسران برگزیده؟ ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. شما را چی شده؟ چی گناه حکم می کنید؟ پس آیا نمی اندیشید؟ یا دلیل روشنی دارید؟ پس همان کتاب خیش را که با شما وحی آمده بیاورید اگر راست می گویید. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. و بین خداوند و بین جینیان نسب قرار دادند، در حالی که جینیان می دانستند که ایشان حتما برای عذاب احضار می شوند. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. خداوند پاک است از چیزهایی که به او نسبت می دهند مگر بندگان مخلص خدا که از این عذاب برکنارند. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. پس نه شما و نه هم چیزی که آن را می پرستید هرگز برخلاف اراده او کسی را فتنه انگیزی کرده نمی توانند جز کسی را که داخل شونده دوزخ است. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فرشتگان میگویند هیچ یک از ما نیستیم مگر آن که برای او مقام معین است
و بیگمان ما در صفهای منظم قرار داریم و این ماییم که خدا را به پاکی یاد می کنیم. و این كانوا لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لكنا عباد الله المخلصین. ایشان یعنی مشرکان قریش بیگمان می گفتند اگر نزد ما نیز کتابی از پیشینیان می بود بیگمان از بندگان برگزیده خدا می بودیم. فکفروا به فسوف یعلمون. اما حالا که قرآن به ایشان آمد از آن انکار کردند ولی به زودی خواهند فهمید. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. و بیگمان حکم ما در مورد بندگان مرسل ما در ازل صادر شده است که واقعا همه ایشانند پیروزمند و بیگمان لشکر ما هم ایشانند غالب. پس تو از ایشان تا مدت روی برتاب و حال ایشان را ببین و ایشان نیز به زودی خواهند دید. افبعذابنا یستعجلون. آیا عذاب ما را به شتاب می طلبند؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین. چون به دیارشان عذاب نازل شود پس بد است صبحگاهان بیم داده شدگان. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. و از ایشان تا مدت روی برتاب و حالشان را ببین و ایشان نیز به زودی خواهند دید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پاک است پروردگار تو پروردگار صاحب عزت از وصفهایی که به او نسبت میدهند. و سلام علی المرسلین. و سلام بر پیامبران. والحمد لله رب العالمین. و ستایش خدای راست پروردگار جهانیان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین كفروا فی عزة و شقاق. صاد با قرآن والا مرتبه سوگند که این کتاب حق است اما کافران گرفتار سرکشی و تفریق جویی اند. کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ای بسا نسل‌های را که پیش از ایشان بودند هلاک گردانیدیم چون عذاب ایشان را فرا گرفت فریاد می زدند اما آن وقت موقع خلاصیشان نبود. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. و از این در شگفت شدند که از میان خودشان بیم دهنده به ایشان آمد و کافران گفتند این جادوگر بسیار دروغگویی است. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا وی همه خدایان را خدای یکتا قرار داده؟ این واقعا چیز شگفت انگیزی است. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. و کلان شوندگانی از ایشان یعنی قریش رفتند
و با خیش می گفتند بروید به پرستش معبودان خیش ثابت قدم باشید. این واقعا چیزی است پیش بینی شده. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما هرگز چنین چیزی را در این ملت واپسین نشنیده ایم. این افترای بیش نیست. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. آیا از میان همه ما به او وحی نازل شده است؟ واقعیت امر این است که ایشان در مورد این وحی من به شک افتاده اند، بلکه هنوز طعم عذاب را نچشیدند. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب. آیا خزانه های مرحمت پروردگار صاحب قدرت منی و بخشاینده تو در نزد ایشان است؟ ام لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. یا سلطنت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن ایشان است؟ اگر چنین است پس به این وسایل بالا شود. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. بلکه ایشان لشکر تباه شده از احزابند. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. پیش از ایشان قوم نوح، عاد و فرعون صاحب امارات کوه پیکر پیامبران را تکذیب کردند و نیز ثمود، قوم لوط و مردم ایکه، همه این گروه ها. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. واقعیت این است که هر یک از ایشان پیامبران را تکذیب کردند، پس عذاب بر ایشان ثابت گردید. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. اینها نیز جز آواز مرگزای را انتظار نمی کشند که هرگز برای آن مهلتی نیست. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. گفتند پروردگارا برای ما بهره عذاب را از روز حساب پیش انداز. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. با گفته هایشان شکیبا باش. داود بنده صاحب دسترس نیرومند ما را بیادار، او واقعا سخت توبه‌کار بود. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. بیگمان کوه را مسخر ساختیم تا با او شامگاهان و صبحگاهان به تسبیح بپردازند و مرغان را نیز به گونه یکجایی مسخر ساختیم. همه برای او بازگردنده بودند، همه به دور او جمع می شدند. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. سلطنت او را مستحکم ساختیم و برایش هم حکمت ارزانی کردیم و هم قوه افاده روشن. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. آیا
داستان خصومتگران به تو رسیده است چون ایشان از محراب بالا رفتند هنگامی که به خبر بر داوود داخل شدند و داوود از ایشان ترسید. گفتند مترس، دعواگرانی هستیم که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده است، پس در میان ما به انصاف حکم کن و ستم منما و ما را به راه راست هدایت کن. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. این برادر من است که 99 میش دارد و من تنها یک میش دارم. به من گفته است که آن را نیز به من تسلیم کن و در گفتگو بر من غلبه کرده است. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود گفت واقعا به خواستن میش تو بر افزونی میشهایش بر تو ستم کرده است و ای بسا از شریکان که برخی بر برخی ستم می کنند جز کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند و ایشان بسیار اندکند. و داود دانست که او را آزمودیم لذا از پروردگارش آمرزش خواست و با فیروتنی به درگاه خدا روی آورد. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. برای او این عملش را بخشیدیم، بیگمان برای او نزد ما مقام والا و بازگشتی نیکوست. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ای داود، ما تو را در روی زمین خلیفه گردانیدیم، پس در میان مردم به حق حکم کن و از هوای نفس پیروی منما که تو را از راه خدا منحرف می سازد. کسانی که از راه خدا منحرف می شوند بیگمان برایشان عذاب شدید است به سبب آنکه روز حساب را فراموش کردند. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. آسمان زمین و آنچه را در میان آنهاست بیهوده نیافریدیم. این پندار کافران است که گمان می کنند همه چیزها بیهوده می باشد. پس وای بر کافران از آتش دوزخ. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. آیا آنانی را که ایمان آوردند و نیکوکاری ورزیدند مانند کسانی قرار می دهیم که در زمین دست به تبهکاری می زنند یا پرهیزگاران را در صف بدکاران قرار می دهیم؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این کتاب مبارکی است که آن را به تو نازل گردانیدیم تا مردم در آیات آن بیندیشند و تا خردمندان از آن پند گیرند. ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب. و به داود سلیمان را دادیم، چی بنده خوبه،
او واقعا به درگاه خداوند بسیار رجوع کننده بود. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. چون در عصرگاهان به وی اسب‌های اصیل و رهوار عرضه شد گفت و من محبت این اسبان اصیل رهوار را به خاطر پروردگار خود دوست می دارم تا از نظر ناپدید شدند. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. آنگاه گفت آنها را به من بازگردانید و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بیگمان سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی را افکندیم و سپس به درگاه خدا بازگشت. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. گفت ای پروردگار من مرا بیامرز و برایم چنان سلطنت عطا کن که بعد از من به هیچ کسی نسزد. یقینا تو بسیار بخشاینده هستی. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پس باد را برای او رام گردانیدیم تا مطابق فرمانش به آهستگی و نرمی به هر سو که می‌خواست می‌رفت. والشياطين كل بناء وغواص. و شیاطین را هر معمار و غواصی را وآخرين مقرنين في الأصفاد. و گروه دیگری از آنها را در غل و زنجیر قرار دادیم. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. این است عطای ما، پس می‌خواهی منت بگذار یا دست بگیر، عطای بی حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واقعا برای او در نزد ما قرب و سرانجام نیکویی است. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. یاد کن بنده ما ایوب را چون پروردگارش را ندا کرد به این که شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. گفتیم به پای خود زمین را بکوب، این چشمه آب سردی است، هم برای غسل و هم برای آشامیدن. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. به او خانواده او و نیز همانندشان را به حیث مرحمتی از جانب خیش عنایت کردیم و تا این پندی باشد برای مردم هوشمند. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. و گفتیم بسته سیخ و جاروب را به دست خود بگیر و به وسیله آن وی را بزن و سوگند خود را مشکن، بیگمان او را شکیبا یافتیم. چی بنده خوبی، او واقعا به درگاه خدا روی آرنده بود. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. بندگان ما ابراهیم، اسحاق و یعقوب را به یاد دار، این مردم نیرومند و صاحب بینش را. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار
بیگمان ما ایشان را به اخلاص برازنده که همانا یادآوری روز قیامت است برگزیدیم. وإنهم عندنا لمن المصطفین الأخیار. و بیگمان ایشان در نزد ما از برگزیدگان برازنده اند. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. و اسماعیل، یسع، ذوالکفل را بیادار، همه ایشان از برگزیدگان بودند. هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. این یاد دهانی است و بیگمان برای پرهیزگاران فرجامی نیکوست. بهشت‌های جاودانی که دروازه های آنها برایشان گشوده است، در آن تکیه زده اند و انواع میوه ها و آشامیدنی ها را فرا می‌خوانند. و عندهم قاصرات الطرف اتراب. و از همسران پاک دامن و همسن و سالی برخوردارند که نگاه خود را از دیدن بیگانه نگه داشتند. هذا ما توعدون لیوم الحساب. این از پاداشی که برای روز حساب به شما وعده داده می شد. این هذا لرزقنا ما له من نفاد. این است روزی که از جانب ما ارزانی می شود و آن را پایانی نیست. هذا وإن للطاغین لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. این از سرانجام نیکوکاران، ولی بیگمان برای سرکشان بدترین سرانجام است، دوزخی که در آن داخل می شوند. پس چی بد آرامگاهی است. این از سزای سرکشان، پس آن را بچشند، مایه جوشان و چرکین. و جز این سزاهای دیگر گوناگون به همین وتیره برایشان تطبیق می شود. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. این فوجی است که به زور و با فشار با شما به دوزخ وارد شونده اند. در این حال پیشوایان گمراهی میگویند به ایشان حضور خوشایندی نیست، بیگمان ایشان به آتش دوزخ در می آیند. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. پیروان میگویند بلکه به شما نیز این حضور خوشایندی نیست. این شما بودید که این عذاب دوزخ را به ما پیش کردید و چی بد قرارگاهی است. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. میگویند پروردگار، هر کسی که این حالت را به ما پیش آورده برای او عذاب دوچندانی را در آتش بیفزا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. و میگویند ما را چی شده که مردانی را نمی بینیم که ایشان را از اشرار می شمردیم؟ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. آیا ما ایشان را به ناحق به مسخره می گرفتیم یا چشمان ما ایشان را نمی بیند؟ این ذلك لحق تخاصم اهل النار. براستی واقع شدن جار و جنجال خصمانه اهل دوزخ حق است. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. بگو بیگمان من جز بیم دهنده نیستم
و جز خدای یگانه بسیار غالب معبودی نیست. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، صاحب قدرت منی و آمرزگار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. بگو این خبر بزرگی است که شما از آن روگردان هستید. من از عالم بالا هینی که با هم گفت و شنود می کردند آگاهی ندارم. این یوحى إلی إلا أنما أنا نذیر مبین. به من وحی نمی شود مگر برای این که من بیم دهنده آشکار می باشم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وقتی را به یاد آور که پروردگارت با فرشتگان گفت من بشر را از گل می آفرینم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنگامی که او را برابر کردم و در او از روح خود دمیدم به او به سجده افتید. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. پس تمام فرشتگان همگیشان سجده کردند جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. خداوند گفت ای ابلیس چی چیز تو را از سجده به کسی باز داشت که او را من خود آفریده ام؟ آیا تکبر کردی یا با پندار خیش از جمله موجودات برتران بودی؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ابلیس گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. خداوند گفت پس تو از اینجا یعنی بهشت بیرون رو، بیگمان تو از درگاه من رانده شده ای و تا روز قیامت لعنت من بر تو دوام دارد. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ابلیس گفت ای پروردگار من پس مرا تا روزی که مردگان برانگیخته می شوند مهلت ده. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. خداوند گفت حقا که تو از مهلت داده شدگانی تا روز معین و وقت معلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ابلیس گفت قسم به عزت تو که همه ایشان را گمراه می‌گردانم مگر بندگان مخلص تو از ایشان که بر آنها سلطه ندارم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. خداوند گفت پس این از سخن حق و من سخن حق را میگویم که یقینا دوزخ را از تو و از همه کسانی که تو را پیروی کنند پر میکنم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. بگو من از شما در برابر تبلیغ حق پاداش نمیخواهم و من از تکلف کنندگان نیستم، یعنی شما را به امر پیچیده مکلف نمی سازم. این هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین.
نیست این قرآن جز پندی برای همه جهانیان و بیگمان شما به واقعیت آن بعد از مدت پی میبرید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. وحی این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس خداوند را پرستش کن و خاص به او بندگی کن. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آگاه باش، دین خالص از آن خداست و آنانی که جز او کسانی دیگری را دوست میگیرند و میگویند ما اینها را پرستش نمی کنیم جز برای آن که ما را به خداوند نزدیکتر گردانند. بیگمان در چیزی که ایشان در آن اختلاف میورزند خداوند در میانشان حکم میکند و خداوند کسی را که دروغگو و ناسپاس است هرگز رهیاب نمیسازد. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر خدا میخواست فرزندی بگیرد از آفریدگان خود آنچه را میخواست برمیگزید، ولی خداوند از این نسبتها منزه است و هم اوست خدای یکتای بسیار غالب. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. آسمان ها و زمین را به حق آفرید، شب را به روز می پیچاند و روز را به شب می پیچاند و آفتاب و ماه را مسخر گردانیده است. هر کدام از اینها تا موعد معین گردش می کند. آگاه باش، اوست صاحب قدرت منی و آمرزگار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. شما را از یک تن آفرید، سپس از وی همسر او را آفرید و برای شما از چارپایان 8 جوره فرو فرستاد. شما را در شکم مادران شما به آفرینش پس از آفرینش دیگر هستی می بخشد در میان تاریکی های سیگانه. این است خداوند پروردگار شما، پادشاهی از آن اوست، جز او معبودی نیست. پس چگونه منحرف می شوید؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون.
إنه علیم بذات الصدور. اگر کافر شوید یعنی ناسپاسی کنید پس بیگمان خداوند از شما بی نیاز است و به کفران نعمت بندگان خود خوشنود نمی شود و اگر سپاس گذارید از شما خوشنود می شود. هیچ بردارنده بار گناه دیگری را بر نمی دارد. سپس بازگشت شما به سوی پروردگار شماست و شما را به آنچه می کردید آگاه می سازد. حقا که او به آنچه در سینه هاست دانا می باشد. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. و چون به انسان رنجی برسد به پروردگار خویش روی آورده و به درگاه او نیایش می کند، سپس چون به او از نزد خودش نعمتی ارزانی کند، آن نیایشی را که به درگاه او از پیش می نمود به فراموشی می سپارد و با خدا همتایانی قرار می دهد تا دیگران را نیز از راه او منحرف سازد. بگو اکنون برای مدت محدودی از این روش کفر اندود خویش بهره‌ور شو. بیگمان تو از اهل آتش دوزخ هستی. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. آیا کسی که ساعات از شب را به عبادت، سجده و قیام می گذراند از محاسبه روز قیامت می ترسد و به رحمت پروردگار خویش امیدوار است با مشرک ناسپاسی برابر است؟ بگو آیا آنانی که می دانند و آنانی که نمی دانند برابرند؟ بیگمان خردمندان پند می پذیرند. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. بگو ای بندگان مؤمن از پروردگار خود بترسید. برای کسانی که در این دنیا خوبی می کنند خوبی است و زمین خدا فراخ است. واقعا برای صابران مزد بیشماری داده می شود. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. بگو به من امر شده است تا خداوند را با اخلاص و صمیمانه پرستش کنم و به من امر شده که از نخستین مسلمانان باشم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بگو اگر پروردگارم را نافرمانی کنم واقعا از عذاب روز بزرگ یعنی قیامت می ترسم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. بگو خدا را می پرستم در حالی که پرستش من برای او خالص و صمیمانه است. پس شما آنچه را جز او می خواهید بپرستید. بگو بیگمان زیانکاران کسانی اند که خود و اهل خویش را در روز قیامت زیانمند ساختند. آگاه باش این است همه زیان آشکارا. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك
يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون. برای ایشان چتری از آتش بر بالای سرشان است و چتری نیز به زیر پایشان. این چنین خداوند بندگان خود را به این عذاب می ترساند. ای بندگان من، پس از من بترسید. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد. کسانی که از پرستش شیطان اجتناب کردند و به خدا روی آوردند، برای ایشان مژده است. پس آن بندگانم را مژده بدید. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. آنانی که سخن را میشنوند و بهترین آن را پیروی میکنند، همین هایند کسانی که خداوند هدایتشان کرده است و هم ایشانند خردمند. افمن حق علیه کلمت العذاب افانت تنقذ من فی النار. پس آیا کسی را که بر او حکم عذاب ثابت شده است میتوانی نجات دهی؟ یا آیا کسی را که در میان آتش دوزخ است میتوانی نجات دهی؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لیکن کسانی که از پروردگارشان میترسند برای ایشان امارات چندین منزله است. بالاخانه بالای بالاخانه بنا شده است که از زیر آنها جویبارها جریان دارد. چنین است وعده خداوند. خداوند هرگز وعده خود را خلاف نمی کند. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیا نمی بینی که خداوند از آسمان آب را فرو فرستاد، پس آن را به چشمه های زمین جاری ساخت، سپس به وسیله آن کشت های رنگارنگ را برمی آورد، بعد از آن خشک می شود و او را زرد شده می بینی، بعد از آن را ریزه ریزه می گرداند. بیگمان در این برای خردمندان پندی است. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آیا کسی که خداوند سینه او را برای اسلام باز کرده است و او به روشنایی از جانب پروردگار خیش قرار گرفته است مانند سخت دلان است؟ نه. پس وای به حال کسانی که در برابر ذکر خداوند دلهای سختی دارند، ایشان در گمراهی آشکارند. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. خداوند بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی را که آیات آن مشابه یکدیگر و دوتایی است
از شنیدن آن لرزه بر پوست اندامهای کسانی می افتد که از پروردگارشان می ترسند. سپس به ذکر خدا آرامش پوست و دلهای خیش را باز می یابند. این است هدایت خدا که با وسیله آن هر که را بخواهد رهیاب می گرداند و کسی را که خداوند گمراه کند برای او هیچ راهنمایی نیست. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. پس آیا کسی که در روز قیامت با ناگواری عذاب مستقیما بر روی خود برخورد می کند با کسی که محفوظ است برابر بوده می تواند؟ و به ستمگاران گفته می شود مزه چیزی را که کسب کرده اید بچشید. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. کسانی که پیش از ایشان بودند نیز کلام حق را تکذیب کردند و عذاب از جای به ایشان رسید که احساس نمی کردند. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. پس خداوند رسوایی را در زندگی دنیوی به ایشان چشاند و بیگمان عذاب آخرت بزرگتر است اگر ایشان می دانستند. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. بیگمان در این قرآن برای مردم هر مسئله را زدیم تا باشد که پند گیرند. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآن عربی دور از هر نارسایی و کجی تا باشد که پرهیزگار شوند. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خداوند مردی را که به شریکان مختلف متعلق است و مردی را که تنها به یک نفر تسلیم می باشد مثال زده و پرسیده که آیا این دو به حیث مثال مساوی اند؟ ستایش مر خدای راست ولی بیشتر ایشان نمی دانند. إنك ميت وإنهم ميتون. براستی که تو می میری و براستی که ایشان نیز می میرند. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. و باز یقینا در روز قیامت با حضور پروردگار خود دادخواهی می کنید.